شماری از زنان در این همایش مردمی میگویند ما حمایت و پشتیبانی خود را از نظام امارت اسلامی اعلان میکنیم و همچنان از امارت اسلامی میخواهیم که دروازه های مکاتب را برای شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم باز کنند تا آنان در آینده مصدر خدمت به جامعه شوند. امریکا هم باید پولهایی که منجمد شده را باید آزاد کنند که اقتصاد کم ذره چیزش بالا بره. دیگه کلا اقتصاد امیال زیر صفر است و مردم هم زیاد مشکلات دارن. باید این پولها آزاد شود تا که مردم اقتصادش کم خوبتر شود نظر در قبل. که ما حجاب اسلامی را مراعات میکنیم و دروازه مکاتب را برای دخترها باز کنند تا دخترها آزادانه میتونه درس بخونه و زنها آزادانه کار خود را انجام بده تا تعلیم و تحصیل برآورده شود. از سوی دیگر شمار از سخنرانان خطاب به زنان میگویند که شما بفهمید بزرگترین حق را قرآن برای شما داده است و هرگز به آزادی و حقوق بشر امریکایی تسلیم نشوید. آنان اضافه میکنند آزادی که اسلام داده دارای چوکات و قانون است و آزادی که غرب میخواهد دارای چوکات و قانون نیست و هیچ کس از آن حمایت نمیکند. مردم بامیان مردم شریف و عزتمند مردمی هستند که در هر شرایط در هر مقطعی از بحران‌های تاریخ دست به دست هم داده و نمونه در برابر تمام ولایت‌ها بوده و امروز هم این تجمع عظیم از خواهران و برادران مسئولین بزرگ امارت اسلامی حمایت خود را من این را برای شما میگم بامیان به طور کامل حمایتشان را از نیروهای امارت اسلامی و از مردم که در رأس چوکی و قدرت امارت اسلامی هست اعلام می‌دارد. پشتیبانی مردم ولسوالی شیبر را از امارت اسلامی افغانستان اعلان می‌داریم. از خداوند موفقیت، سربلندی، سرفرازی امارت اسلامی افغانستان و وحدت و برادری و یکرنگی و عدالت در بین جامعه